دفتر مطبوعاتی ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه و بی‌جزایی روز 29 ایول با نشر یک گزارش اعلان کرد که بیش از یک ماه پیشتر انیق‌ترش روز 26 ایون با زید سیدوف وزیر سابق صنعت و پایه‌گذار حزب نامنویس نشده تاجیکستان نو در زندان معروف به کرپیشنی واخوری صورت گرفته است. در گزارش چنین آمده است: 26 ایون سال 2019 وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان جناب بابازاده او کارمند دستگاه وهئی ندایف خ و عضو گروه مانیتورینگ ائتلاف از مؤسسه اصلاحاتی 3-2 سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان در شهر وحدت دیدن کردند و با زید سیدوف که در این زندان اجرای جزا میکند ملاقات انجام دادند. واخوری در حجره برای ملاقات‌های دراز مدت و به شرکت کارمندان مؤسسه اصلاحاتی صورت گرفت. در حجره کامره نظارتی مشاهده نشد. مشاهده مشکل سلامتی را نشان نداد. آزاد راه میگشت، به مشکل می نشست، با اطمینان رفتار میکرد. نشانه های ظاهری زوراوری، جراحت، کبودی بدن دیده نشد. ضمن مصاحبه زید سیدوف قید کرد که شکایت مخصوصی از سلامتیش ندارد. تنها عضو هاضمه‌اش مشکل دارد که با این سبب پرهیز خوراکی میکند. خبر درباره مجروح شدنش هنگام عصیان را تصدیق نکرد و اشاره نمود که وقت عصیان آغاز شد او تصمیم داشت بخوابد و به طرف حجره‌اش رفت که این زمان به نزدش محبوس دیگر آمد و او را از آنجا برد. همین وقت او به زمین خورد و جراحت سبک برداشت، اما بدون تأخیر کمک طبی گرفت. او همچنین قید کرد که بار آخر با اعضای خانواده‌اش قبل از عصیان واخورده بود. هنگامی که تفتیش جریان دارد واخوری ها منع شده است. شکایت های دیگر از شرایط نگهداری نداشت و قید کرد که مناسبت با او خوب است، فشار نیست و کار در استحصالات جلب می شود. گاه به رهبریت مصلحت ها می دهد. شرایط در این مؤسسه قناعت بخش است. آشخانه و حاجتخانه نو ساختند. با آمدن رهبریت نو حالتهای فساد و رشوه‌گیری کمتر شده است. بینندگان عزیز، تا اینجا شما گزارش ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی را شنیدید. اینجا همین گزارش چند سوال را خلق کرده است که به آن باید وکالتدار حقوق انسان، ائتلاف ضد شکنجه و دادستانی پاسخ گویند. با امید اینکه آنها برای روشن‌تر شدن مسئله به این سوالها پاسخ میگویند، ما آن را مطرح میکنیم. یکم، قضیه زید سیدوف را جامعه با دقت پیگیری میکند. چرا خبر این واخوری مهم بعد بیشتر از یک ماه رسانه‌ای شد؟ دوم، این واخوری برای وکالتدار حقوق انسان نیز جزء فعالیت‌های بسیار مهم است. چرا او در این باره خبر نداد؟ سوم، این واخوری قبل از نشست کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد برگزار شده است. یعنی 26 ایون نشست سازمان ملل متحد در ژنو سنه 2 ایول شده گذشته بود. سنه های 2 و 3 ایول. در نشست کمیته یکی از سوالهای اساسی شکنجه در زندان از جمله شکنجه زید سیدوف بود. چرا در آنجا از این واخوری گزارش دادن نشد، در حالی که می توانست خال مثبت به تاجیکستان آورد؟ چهارم، در گزارش آمده است همین وقت او به زمین خورد و جراحت سبک برداشت، اما بدون تأخیر کمک طبی گرفت. چگونه در زندانی که عصیان جریان دارد و سپس 10 نفر از سلاح‌های گوناگون زخمی شدند، زید سیدوف جراحت سبک برداشته بدون تأخیر کمک طبی گرفته میتواند؟ پنجم، چرا وکالتدار حقوق انسان در نشست مطبوعاتیش که روز 18 ایول برگزار گشت حرف درباره این مسئله مهم نزد؟ یعنی درباره واخوری سازمان ائتلاف و ضد شکنجه با زید سیدوف چرا حرف نگفت؟ ششم، چرا دادستان کل یوسف رحمان
که چندین سوال درباره شکنجه، وضع زندانیان، آشوب زندانها و دیگر موضوعهای به این دخلدار هم در نشست ژنو و هم در نشست مطبوعاتی نهاد در دوشنبه وارد شد، هیچ اشاره به این واخوری نکرد. امیدواریم این سه نهاد به سوالهای مطرح شده پاسخ خواهند گفت. در همین حال سوال دیگری وجود دارد که شرح حد اقل امبودسمن و دادستانی کل را طلب می کند. طبق معلومات منبع معتمد پیام، زید سیدوف حد اقل از 2 جای سرش زخم برداشته، تا حال اثر آن زخمها باقی است. اصلا من به واقعیت داشتن اون که ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی از زندان وعده دیدن کرده است باور ندارم. این یک دروغ نوبتی مقامات است در شرایطی که سازمان‌های حقوق انسان از تاجیکستان طلب کردند که نسبت اون آشوبایی که در زندان رخ دادن شفافیت نگاه داشته شود و به مردم واقعیت رسانده شود. در چنین وضع اینا یک دروغ نوبتی رو پیش گرفتن که توانستن که از زندان‌ها دیدن کنن و با زندانیان بخورن. و چون امروز توجه سازمان ملل متحد و آزاد کردن زید سیدوف بیگناه برآوردن اون نگرانیده شده است، اینا محض هدف رو زید سید قرار دادن و اصلا اون دلایلی که اینا در نسبت اون که وضع سلامتی زید سیدوف در زندان خوب است و فشار نسبت او دیده نمی شود، اینا هم یک دلایلی پیشنهاد کردن که خیلی دلایلی خنده‌آور هستند و به این دلایل هیچ کس باورم کرده نمیتواند که در چنین شرایطی که در تاجیکستان وضع زندان‌ها خیلی خراب است، وضع زید سیدوف در زندان خیلی خوب است. یک 6 سال میشد که زید سیدوف در زندان است و طول این 6 سال هر باری که نزدیکان زید سیدوف به دیداربینیش میرفتن از اون شکایت میکرد که وضع سلامتیش خوب نیست و معده‌اش درد میکند و شاید این دلیلی که امروز این ائتلاف پیشنهاد کرد از رسانه ها این دلیل رو گرفته است که زید سیدوف بیمار است و اشاره به اون کرده است. در اصل باشد من فکر میکنم که اصلا این ائتلاف از زندان دیدن نکرده است و این دروغ نوبتی ایشان است. در اینجا سوالی هم برمیاد و چون امروز مردم به ائتلاف باور ندارن و خود ائتلاف هم میدوند که باوری مردم رو در تاجیکستان سزاوار نیست، چرا از دیدن کردن خود در این زندان یگان نواری رو یا ثبتی رو به رسانه پیشنهاد نکرد؟ این مسئله تنها زمانی روشن می شود که به نمایندگان سازمان‌های بین المللی برای وارد شدن به زندان 3-2 وحدت اجازه دهند.